سلام بچه ها، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و خورم باشید و زندگی به کامتون باشه. امروز 31 آگوست 2025 میخوام با همدیگه یه نگاهی به بازار بندازیم و وضعیت بازار رو بررسی بکنیم و یه پیش بینی از حرکت بیت کوین و نقاط حمایتی و مقاومتی بیت کوین بندازیم. بیت کوین در حال حاضر قیمتی در حدود 108959 دلار داره. تو 7 روز گذشته 4.81% اصلاح داشته. اتریوم هم قیمتش در حال حاضر حدود 4481 دلار هست و تقریبا 9% اصلاح داشته. وضعیت فیدن گرید روی حالت خنثی هستش، نه کسی تمایل داره به خرید و نه کسی تمایل داره به فروش. یه نگاهی به چارت بیت کوین هم بندازیم. بیت کوین در حال حاضر روی بول مارکت بند خودش قرار داره. بول مارکت ساعتبند چیزی در حدود 17660 تا 606 و 17895 دلار رو به ما نشون میده. اگر بیت کوین بتونه اینجا حمایت بشه، میتونه حرکت روند صعودی خودش رو ادامه بده. بول مارکت ساپورت میتونه یک نقطه حمایتی خوبی برای بیت کوین باشه. نباید فراموش بکنم که ما در بازه زمانی هفتگی داریم بررسی میکنیم بیت کوین رو، نه روزانه. چون ما یه سرمایه‌گذار هستیم، ما تریدر نیستیم. ما میخوایم بدونیم آینده بیت کوین به کجا خواهد رسید. بیت کوین باز ما اینو مشخص میکنه که آیا ما از آلت کوین هامون سود خواهیم گرفت یا نه. بالاخره اگر بیت کوین ریزشی بشه، حتی آلت کوین ما بهترین حالت هم داشته باشه، وارد ریزش میشه. یه نگاهی به گذشتم که بندازیم، بارها در تایم هفتگی بیت کوین بول مارکت ساپورت خودش رو شکسته، نتونسته نقطه حمایتی واسش، نقش حمایتی رو واسش بازی بکنه. در بعضی مواقع تونسته این کار بکنه، ولی بهترین حالت این بوده وقتی که بیت کوین تونسته بول مارکت ساپورت خودش رو بشکنه، ما میتونیم بهتر تشخیص بدیم که روند حرکتی بیت کوین تقریبا شروع شده. بعد من داشتم یه نگاهی به مووینگ اوریج ها مینداختم. SMA 50 هفتگی در گذشته تونسته خیلی بهتر از بول مارکت ساپورت بیت کوین رو حمایت بکنه. یک بار اینجا ازش حمایت کرده، بیت کوین شروع کرده به روند صعودی خودش ادامه دادن. یک بارم اینجا خیلی خوب تونست ازش حمایت بکنه و یک بارم اینجا. اگر بیت کوین در حال حاضر که فیران گرید روی 50 هستش، بهتون گفتم روی محدوده خنثی هستش، گفتم نه کسی علاقه داره به خرید و نه کسی علاقه داره به فروش. همین حالت امکان داره که بیت کوین وارد اصلاح بیشتر بکنه تا قیمتش رو بهتر و ارزنده تر بکنه و سرمایه گذاران بیان و بخرن. اگر اینجا حمایت نشه، باید خیلی حواسمون تو این هفته جمع باشه که ببینیم اینجا حمایت میشه، میتونه برگرده یا نه. اگه بر نگرده، امکان داره که تا SMA 50 خودش به نظر من اصلاح بکنه که در حال حاضر رو قیمت 94992 دلار هستش. اگر بتونه اینجا برگرده بیت کوین، از همینجا میتونه راحت 10 تا 12% دیگه ریزش داشته باشه. باید حواسمون جمع بکنیم اگه 10 تا 12% دیگه بیت کوین ریزش بکنه، چه بلایی بر سر آلت کوین های ما میاد. و از همه مهمتر، اگر اینجا رو از دست بده، بول مارکت ساپورت خودش از دست بده، نباید فراموش بکنیم که بیت کوین یه گپ CME هم داره در محدوده قیمتی 92 دلار، 92000 دلار. اینجا روی 91950 من این رنگش رو تغییر بدم که بهتر متوجه بشیم. خب و حدودا 92 دلار و 505 خیلی راحت میتونه بیاد و این گپ CME خودش رو پر بکنه. این کار میتونه بکنه، این اصلاح میتونه داشته باشه، خیلی راحت میتونه داشته باشه. اصلاح
خیلی نرمالی هستش. بیت کوین دفعه قبلی که وقتی سقف خودش رو زد، سقف جدید رو ثبت کرد، حدوداً 32% اصلاح کرد و بعد از اینکه دوباره سقف جدید رو زد، اگر بخواد تا این منطقه بخواد اصلاح بکنه میشه 26%. یعنی این اصلاح خیلی عادیه برای بیت کوین، خیلی راحت میتونه بیاد اینجا و گپ سی خودش رو پر بکنه. دلیل نمیشه که اینجا مثلا حتما بیاد به SMA 50 خودش برسه و دوباره برگرده دقیقاً این دور برگردونتش. نه، اینجا میبینیم یه شادویی زده اومده پایینش، اینجا یه شادویی زده اومده پایینش، خیلی راحت میتونه بیاد اینجا به این صورت بشه، اینم برسه بهش که شادویی بزنه این پایین و بعد حرکت سودی خودش رو ادامه بده. خیلی راحت میتونه این کارو بکنه. و اینکه به نظر من چیزی که تو ویدیوهای قبلی گفتم، یه خط روند خیلی خوبی داره بیت کوین که از سیکل قبلی خودش 2021 تا الان چیکار کردم؟ نه اینه، خب نمیبینمه چون که ما خب اینجوری بهتر شد. یه خط روندی داره بیت کوین، دو حالت خوشبینانش، رو حالت خوشبینانش ما میخوام ببینیمش. خب بیت کوین خیلی راحت به نظر من میتونه حتی قیمت‌های بیشتر از این هم واسهش در نظر گرفتن. میتونه 135,000 تا 130,000 تا 140,000 تا رو خیلی راحت ببینه. یه چیزی بین قیمتی 135 تا 140,000 تا راحت ببینه. حالا اگر تونست بالاتر بره، خیلی میگن 200,000 تا یا 300,000 تا این سیکل میبینه. اگه بتونه ببینه که چه بهتر. ولی بهترین حالتش اینه که حواسمون باشه بتونیم یک سیو سود خوبی از بیت کوین بگیریم بین 135,000 تا 140,000 تا. میتونه نقطه خوبی باشه برای سیو سود تو. حداقل اینه که پول خودتون از بازار بکشید بیرون. میتونه بالاتر از اینم بره ولی میتونه اصلاح هم داشته باشه. حالا ولی چی میشه اگر 92,000 تا رو از دست بده؟ بیایم روی این چارت خیلی بهتره. اگه اینجا رو از دست بده، به نظر من ما میریم وارد بازار بیر مارکت میشیم. وقتی اینجا رو از دست بده، وقتی 92,000 تا رو از دست بده، یک ترسی وارد بازار میشه. این ترس باعث میشه که همه بفروشن و ما وارد بیر مارکت بشیم، یا یه همچین چیزی اتفاق بیفته مثل سال 2021 وقتی که ریزش شروع شد، همه ریزش کردن، دوباره تونست بیت کوین یک هفته‌زی بکنه، اونم بازم دوباره روی SMA 50 خودش دوباره تونست یک صفحه جدید دیگه ای بزنه و بعد از اون دیگه دیگه SMA 50 نتونست حمایتش بکنه و وارد بیر مارکت شد. و از وقتی هم که SMA 50 خودش رو شکست، وارد روند سعودی خودش شد. پس SMA 50 خیلی مهم میتونه باشه برای بیت کوین. باید در نظرش بگیریم، باید حواسمون باشه به نحوه حرکتی بیت کوین. حالا یه نگاه به داده ها بندازیم. تنها این نمیتونیم تنها چارت رو در نظر بگیریم و چیزهایی که روی چارت میبینیم و مبنای تحلیلمون قرار بدیم. بریم به بقیه داده های آنچین هم یه نگاهی بندازیم، ببینیم وضعیت بازار در چه حاله. آیا ما وارد بیر مارکت خواهیم شد یا اینکه نه؟ این اصلاح ساده میتونه باشه برای بیت کوین. میگم دیگه 26% تا 30% خیلی راحت. این اصلاح خیلی ساده است برای بیت کوین، خیلی راحت میتونه این اصلاح رو داشته باشه. حالا بریم ببینیم که داده های آنچین چی بهمون میگن. بازار تموم شده یا فقط اصلاح؟ یه نگاهی به کیف پول ها بندازیم. کیف پول های 10,000 بیت کوینی، بذار من یه بار رفرشش بکنم دوباره. کیف پول های 10,000 بیت کوینی تقریبا روند نزولی داشتن، کم شدن تعدادشون از سال 2023، ولی این اواخر یه حجم قابل توجهی بهشون اضافه شده. دوباره یه اصلاح خیلی کوچیک داشتن ولی این اصلاح نیومده دوباره برگرده رو به پایین، ولی در کل یه اصلاحی داشتن. وقتی که بازار وارد اصلاح شده، اینا ترسیدن، یه تعداد کمشون خارج شدن. یه نگاهی به کیف پول های 100 بیت کوینی بندازیم. اینا در حال افزایشن، رو به افزایشن، تعدادشون داره افزایش پیدا میکنه.
همین هم خودش نشون به ما میتونه به ما نشون بده که بازار هنوز تموم نشده. چرا؟ چون که اینا دارن بیت کوین رو میخرن، صد تا یعنی کیف پول هایی که 100 تا بیت کوین داخلشون هست. پس در حال انباشت بیت کوین هستن، حالت نزولی نداره. کیف پول های 1000 بیت کوینی هم روند ثابتی رو داشتن، نه بهشون اضافه شده نه کم. کیف پول های 10 بیت کوینی هم روند ثابتی داشتن، ولی 10,000 تا یا تعدادشون تقریبا افزایش پیدا کرده و 100 تایی. ورود خروجی های صرافی ها ببینیم در چه وضعیتی هستش. یه رفرش بکنیم کلی ببینیمش. ببینیم که روند کلا نزولی هستش. این خط آبی رنگ میزان بیت کوین در صرافی ها رو به ما نشون میده. این به ما نشون میده که چه تعداد بیت کوین از صرافی ها خارج شدن، کل صرافی ها، و چه تعداد وارد شدن. یعنی اومدن وقتی که وارد صرافی میشن یعنی میخوان بیت کوین هاشون رو بفروشن. وقتی که خارج میشه یعنی که بیت کوین هاشون رو دارن خارج میکنن، خریدن و دارن داخل کیف پول هاشون انتقال میدن. فقط همین یه مدت گذشته که یه ترسی توی بازار اومد، یه اصلاحی اومد، یه تعداد بیت کوین وارد بخش صرافی ها شد، ولی در کل روند نزولی هستش. ETF ها چیکار کردن تو این چند وقت گذشته؟ بعد از یه مدتی که خیلی سنگین سیو سود کردن. چرا میگم سیو سود؟ کرش نیست و بازار وارد اصلاح نشده. خیلی واضح هست. بعد از اون شروع کردن به خریدن، دوباره شروع کردن به خریدن. بعد از چند روز اصلاح شدید، فروش شدید، شروع کردن به خریدن. بیت کوین ها رو دارن میخرن. همه 28 آگوست بلک راک خریدار بود و بقیه چند تا از ETF های دیگه هم خریدار بود. حدود 178 میلیون دلار خریدن بیت کوین. و از همه جالبتر یه چیز جالب که چرا بازار الان داره اصلاح میکنه، یه اندیکاتوری هستش به اسم هولد ویوز. این هم همون تعداد هولدرهای بیت کوین رو واسه ما مشخص میکنه در زمان. یعنی مثلا بنفش ها داره به ما میگه که هولدرهای 10 ساله بیت کوین، یعنی 10 سال هستش که بیت کوین رو هولد دارن میکنن، داره به ما نشون میده که افزایش حجمشون در حال افزایشی بوده. این چی رو داره میرسونه؟ یعنی مثل سازمان ها و نهادها دارن میان بیت کوین میخرن، 10 سال حجم عظیمی دارن از بیت کوین ها رو ذخیره میکنن. تا حدوداً زرد رنگ اتفاق خاصی درش نیفتاده که کیف پول‌های 2 سال تا 1 سال به ما نشون میده. ولی از اینجا از قسمت نارنجی رنگ تقریباً که میشه کیف پول‌های 6 ماه تا 3 ماهه. 6 ماه تا 3 ماهه که دقت بکنید، زمانی که در مارس 2025 از 15.68% سهمی که از تعداد بیت کوین ها داشتن سیو سود عظیمی کردن، رسیدن به 6.76% حدوداً بیت کوین هاشون رو سیو سود کردن، اومدن بیرون همین مدت گذشته. کیف پول هولدر های 3 تا 1 ماه هم همینجور حجم عظیمی ازشون شروع کردن به سیو سود کردن، ولی یه تعداد همه کوین هاشون رو نفروختن دارن، ولی سیو سود رو ما درشون خیلی واضح میبینیم. و همینجور کیف پول های 1 ماه تا 1 هفتگی. بیشتر هولدرهای کوتاه مدت شروع کردن به سیو سود کردن. به خاطر همین بازار رو ما توی اصلاح میبینیم. ترس، اینا بیشتر به خاطر ترس، هولدرهای کوتاه مدت اینا وقتی یک ترسی وارد بازار میشه خیلی زودتر از بقیه هولدرها شروع میکنن به سیو سود کردن. یه گزارشی هم گلس نوده داشت که خیلی خوب بود به نام Top Buyers Under Stress که به ما همین نکته رو گوشزد میکنه که هولدرهای کوتاه مدت در حال حاضر در حال فروش هستن. اینو میتونید بخونید، خیلی راحت میتونید ترجمهش بکنید. حالا به هر طریقه میتونید، خیلی گزارش خوبی هستش، نمودارهای مختلفی رو استفاده کرده. یه خود پیچیده میتونه باشه برای کسانی که تازه اومدن تو این بازار هستن، اطلاعات خاصی ندارن، ولی اگه خلاصش گفتم اینه که داره میگه که هولدرهای کوتاه مدت در حال خروج از بازار هستن، در حال سیو سود هستن.
107 تا 108 هزار دلار نقطه حمایتی حیاتی برای بیت کوین هستش. اگر این نقطه رو از دست بده میتونه به تارگت های 93 تا 95 هزار دلار برسه. و یه نموداری هست، یه اندیکاتور دیگه ای هستش که اکثرا خیلی ها ازش استفاده میکنن، مخصوصا همین هولدرهای بلند مدت بیت کوین خیلی از این استفاده میکنن. داده های آنچین براشون مهمه. طبق این بیشتر شروع میکنن به سیف سود کردن و خروج از بازار یا ورود به بازار. این اندیکاتور خیلی جالبی هستش که به ما سقف های بیت کوین رو نشون میده که دو تا مووینگ اوریج داره، یا همون خط، بهش بهتر بگیم خط نارنجی رنگ و خط سبز رنگ. هر وقت خط نارنجی رنگ از پایین اومده خط سبز رنگ رو لمس کرده یا قطع کرده یا یک کراسی اتفاق افتاده، بیت کوین صفحه خودش دیده. هر بار که این کار انجام شده بیت کوین صفحه خودش دیده و بعد از اون وارد اصلاح شده. اینجا هم همینجور صفحه تاریخی خودش بوده. در سال 2018 وقتی که اومده خط زرد رنگ اومده خط سبز رنگ رو به سمت بالا، از پایین اومده به سمت بالا کراسش کرده، بازار وارد اصلاح خودش شده. سال 2021 هم همین اتفاق افتاده که بعد از اونم وارد بیر مارکت شده. و خبر خوب اینجاست که اگر همین اندیکاتور این دفعه هم بخواد جواب بده، فاصله زیادی داره خط نارنجی رنگ به خط سبز رنگ تا بخواد بیاد این رو لمس بکنه، کراسش بکنه، قطعش بکنه، که ما متوجه بشیم الان دیگه سقف بازار هستش. بیت کوین سقف تاریخی خودش رو دیده. پس هنوز وقت داریم، هنوز بازار طبق داده های آنچین، من نمیگم، این چیزی که داده های آنچین به ما میگن، ما هنوز وقت داریم، هنوز بازار سقف تاریخی خودش رو ندیده. میتونیم در نظر بگیریم که این اصلاح هست، چون خیلی میان اینو در نظر میگیرن، میان همچین داده هایی رو بررسی میکنن و ورود میکنن به بازار یا خروج میکنن به بازار، که ما در حال حاضر ورود میبینیم یا اینکه حداقل هولد دارن میکنن، یعنی هنوز خروج نمیکنن از بازار. و یک اندیکاتور دیگه، یک گزارش دیگه که گلس نوده داشت، من ویدیوشو درست کردم توی تیک تاک هم گذاشتم، که به ما میگفت که طبق گذشته تاریخی بیت کوین ما چیزی در حدود 2 تا 3 ماه دیگه بیشتر تا سقف تاریخی بیت کوین وقت نداریم. اینو همه میدونن که ما تو حرکت آخر بیت کوین هستیم. بیت کوین دیگه اگر این حرکت بزنه، امکان به احتمال زیاد بعد از اون سال، یعنی اینکه این چیزی که تحلیلگران در حال حاضر میگن اوایل 2026 ماه اول یا ماه دومش، آخرای ماه اول 2026 دیگه، بعد از اون ما میریم وارد بیر مارکت میشیم. این چیزی که تاریخچه بیت کوین داره به ما میگه. پس ما فاصله زیادی نداریم. اکثریت اوقات هم آلت سیزن در لگ سودی آخر بیت کوین اتفاق افتاده. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد بر من نظرتون بگید، لایک یادتون نره، منم به دوستاتون معرفی بکنید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.